برای رسم الگو اول از همه توی گوشه کادر به اندازه 3 سانتی میام پایین و 7 سانت هم میرم به سمت راست و هلال یقه پشت رو طراحی میکنم. بعد 30 سانت میرم به سمت راست و علامت میزنم. 9 الی 10 سانت میام به سمت پایین و علامت میزنم. حالا از گوشه یقه به اندازه 30 سانت میرم به سمت اون علامتی که زدم، خط میکشم. حالا توی یه زاویه 90 درجه 25 الی 30 سانت یه خط صاف رسم میکنم، زاویه 90 درجه. حالا قد لباس رو از گوشه گردن تا جایی که دلم میخواد علامت میزنم و با گونیا خط پایین لباس رو رسم میکنم که اینجا هم باز باید زاویه 90 درجه باشه. 1/4 دور باسن به اضافه 2 تا 4 سانت علامت میزنم و یه خط صاف با زاویه 90 درجه به سمت اون خط قبلی رسم میکنم. حالا اینجا رو به شکل هلال طراحی میکنم. این میشه الگوی پشت لباس، در واقع نصف الگوی پشت لباس. دور این الگو رو قیچی میکنم. حالا برای رسم الگوی جلو یه کاغذ دیگه بر میدارم. 1.5 سانت از بغل فاصله میدم و بعد الگو رو میچسبونم روی کاغذ و حالا دوباره دور تا دور الگو رو قیچی میکنم. برای قسمت هلال یقه جلو گوشه رو علامت میزنم، گوشه گردن رو، بعد الگوی پشت رو بر میدارم. حالا برای قسمت دور یقه اینجا 1.5 سانت گفتم فاصله میدم. علامتی هم که زدم از قسمت بالا 8 سانت بود، این 1.5 سانته و حالا دوباره هلال یقه جلو رو طراحی میکنم و اینجا اینو قیچی میکنم. پس بلندی یقه جلو بچه 8 سانته. حالا میتونم اینجا به اندازه 1 سانت بیام پایین و اینو به گوشه گردن صفر کنم و اینجا رو قیچی کنم و دور بندازم. این باعث میشه که خب لباس بهتر بایسته. این میشه قسمت جلو. این وسط جلوه که باید روی دلای باز برش بخوره. اینم قسمت پشت الگوه و اینجا وسط پشته که به صورت دلای بسته باید علامت بخوره. اگه دوست دارین که نحوه دوخت این وست رو هم بهتون آموزش بدم، لطفاً توی کامنت ها به هم بگید. ممنونم از همراهیتون و ممنون که لایک میکنید و همراه منید.